از خداوند کریم رمضان آمده. рафту ман дар намоз ҳастам. Ман намоз омадам, фаромӯш кардам телефонро хомӯш кунам. Телефон занг зад, чӣ кор кунам? Дуввум, рафту ман ягон ҷом хорид, дар намоз истодам, чӣ кор кунам? Ду чиз ҳардуш қариб як ҳастанд. حالا مسئله تلفن دیگر است، چرا که نه تنها خود شما رو دیگران رو هم پریشان میکند. برای همین وقتی که تلفن مبادا فراموش کردید، حالا انسان خوب گفته است، به خاطری که انسان با تمام وجودش باید عبادت کند. حالا تلفن یکی از عامل‌های مشوشکنی انسان است، پریشان کردنی نمازگزار است که پریشانش میکنید، دو این فکرش میرود، کسی پیامک روان کرد، کسی دیگر. به خاطری که خاطر جمع باشید و با کمال آداب و با کمال تواضع نماز ادا کنید، باید تلفن یا خاموش باشد بالکل، ولی که به آوازیش هم حالا دیگر مشوش میکند انسان رو، یا اینکه دور باشد بهتر است. در بسیاری کشورهای اسلامی همچنین که خودمان پای افضل برین مسجد میمونیم میدرویم، در اونجا جای تلفن ماندن است، همه میاره تلفنش را اونجا میموند، بعد داخل مسجد میشود. این چیز هست، این مشاهده میشود. دویم، خب اگر بهتر و خوبتر است که چنین کنند. مبادا تلفن زنگ زد ولو فراموش کرده بود، حتمی باید تلفن به آواز کند. ادامه میدهد یا نه؟ نماز ادامه میدهد. در نماز است با یک دست، اگر امکانیت است با یک دست، اگر میتواند با یک دست به آوازش کند یا خاموشش کند. دوباره باز تکبیر میگه؟ نه دوام میدهد در دوام نماز. به خاطر چی؟ به خاطری که نه تنها شما رو، دیگران حتی امام رو هم مشوش میکند، شاید که امام خطا کند. حالا وقتی که صدای در بین نماز با وجود بیاد، هر انسان رو یعنی مشوش میکند، هر انسان رو پریشان میکند. شاید که امام رو هم پریشان کند و امام خطا کند و نماز یعنی سبب گناهگار شدنش میشه. برای همین در بسیاری نمازها اماما میگویند که در نماز تلفن‌هایتون رو صفحه را راست کنید، تلفن‌ها را به آواز کنید، خلل نرسونید که گناه است. خلل رسوندن در نماز گناه است. حالا متاسفانه بعضیا تلفن‌ها یعنی صدا یا زنگ تلفنشون موسیقی‌های نمیدونم چی نمود، یعنی همه رو مشوش تشویش میده، یعنی همه رو پریشان میکنه. برای همین وقتی که زنگ میزند حتمی باید چیکار کنه؟ یا به آوازش کند یا خاموشش کند. نمازش درست است. این حالتی مخصوص است. حالا جهت خورید که دویم دیگر بیقراری، از اویی که دویم تون اخیری نماز بیقراری یک بار یا دو بار فرض کردیم، با همین آرام میشد اون بدن، یا که دست باشد یک بار یا دو بار. سه بار یک عملی کسی نماز فاسد میکند. برای قدم هم همین طور میگن، برای قدم زدن، ولی که اگر پیش صف جای خالی باشد قدم میزنید، چند قدمی هم که بروید میروید، لیکن نه قدم زدنی بیرونی نماز. باید قدم زدن داخلی نمازتون از قدم زدن بیرونی نمازتون فرق کند. قدم زدن داخلی نمازتون از قدم زدن بیرونی نمازتون چیکار کند؟ فرق کند. یعنی پرو مولیده نه برداشته، مولیده به زمین میروید و صف پیشینه را پر میکنید. چقدر مسافه هم باشد، چقدر چند صفی هم که باشد، اگر نیت کرده باشید. نیت نکرده باشید در نمازی جماعت فقط امام اعتبار است. می شود که شما از بین صفا بگذارید بروید اون صف خالی را پر کنید. فهمیدید منو؟ دقت دادید؟ در نماز جماعت امام اعتبار است که از پیش امام نگذارید، از پیش نمازگزارای دیگر از پیش صفا بگذارید، گناه نیست. اعتبار در نماز جماعت اعتبار فقط امام است. از پیش امام نگذارید. دیگر از این بین صفا هم که بروید صفا پر کنید، این ثواب زیاد دارد. چرا که پر بدن صفا، زیچ بدن صفا یکی از برکت و خصوصیت نماز جماعت است. باید که صفا پر باشد. اما اگر نیت کردید، حالا نیت کردید دیدید که صف پیشینه خالی شد، تارتش شکست یا که برآمد رفت، حالا خالی است، پر مولیده شکیده میروید اون صفا پر میکنید. همه یک جا گویم اهل امت صلوات بر محمد، صلوات بر محمد، صلوات.